ورژن های قبل از 2024 روید ما گزینه ای به اسم بیلدینگ پد در تب مسینگ اند سایت داشتیم و ما میتونستیم به کمک اون گزینه بیلدینگ پد بسازیم. امروز میخوایم یاد بگیریم که چجوری در محیط روید 2024 این کار رو انجام بدیم بدون گزینه بیلدینگ پد. پس آخر ویدیو همراه من باشید. سلام دوستان، من الهام کیانی هستم. به کانال الهام آرکن لایف بسیار خوش آمدید. اگر تا به این لحظه کانال الهام آرکن لایف رو هنوز سابسکرایب نکردید، لطفاً همین الان بزن رو دکمه سابسکرایب، نوتیفیکیشن تا اکتیو کن که هیچ آموزشی رو از دست ندید. در این جلسه من 3 روش بهتون آموزش میدم که در داخل توپوسالیت بتونید بیلدینگ پد تولید کنید. از وارد روید بشیم و آموزش رو شروع کنیم. تا ورژن های قبل از 2024 ما در قسمت مسینگ اند سایت یه گزینه‌ای داشتیم به اسم بیلدینگ پد که از اونجا میتونستیم بیلدینگ پدمون رو بسازیم. ولی وقتی که گزینه توپوسالیت وارد روید شد دیگه ما گزینه بیلدینگ پد رو نداریم و یه مقدار ساختن گزینه بیلدینگ پد متفاوت شده. 3 تا روش امروز بهتون آموزش میدم که بتونین بیلدینگ پدتون رو بسازید. اولین پیشنهاد من اینه که وارد فایل بشید و یه void فامیلی برای فلور بسازید. نیو رو میزنید، فامیلی رو میزنید و از اینجا متریک جنرینگ مدل فلور بیس رو انتخاب میکنید. اوپن رو میزنید، صفحه فامیلی منتظر میشیم که باز بشه. یونیت ستاپمون رو چک میکنیم، روی میلیمتر، پس میذاریم روی میترز، راوندینگ روی 2 decimal places و یونیت سمبل روی ام. اوکی میکنیم. خب وارد 3D فامیلی میشیم. دوستان به صورت پیش‌ورز به همون یه فلور داده که ما بتونیم توش ما میخوایم توی این یه ویدی ترسیم کنیم که بتونیم برای بیلدینگ پدمون استفاده کنیم. دوباره وارد رفرنس لول میشیم. در اینجا وید رو میزنیم و از اینجا وید اکستروژن رو میزنیم. یه دونه مستطیل پیک میکنیم و به اندازه بیلدینگ پدمون مستطیل اینجا ترسیم میکنیم. میتونیم بهش end extrusion و start extrusion هم بدیم. اوکیش میکنیم. وارد سه‌بعدی میشیم و به صورت دستی ما این کار رو انجام میدیم و یه ویدی اینجا تولید میکنیم. کات رو میزنیم، فلور رو انتخاب میکنیم و میگیم این رو ازش کات کن. یه وید ما اینجا درست کردیم. فایل رو میزنیم، وارد سیو از میشیم، فامیلی رو میزنیم و وارد دسکتاپ میشیم. روید فایل رو انتخاب میکنیم و اینجا به عنوان فامیلی 1 یا به عنوان void floor family سیوش میکنیم. آپشن رو چک میکنیم که روی 1 باشه چون بیشتر از یه دونه بکاپ لازم نداریم. سیوش میکنیم و حالا وارد پروژه میکنیم. load into the project. وقتی یه فامیلی رو وارد پروژه میکنیم در قسمت کامپوننت ها وارد میشه. ما اینو جایگذاری میکنیم. میبینید به راحتی بیلدینگ پد ما ایجاد شد. دوستان اگر اندازه و سایز بیلدینگ پد مناسب نبود دوباره وارد محیط فامیلی میشین، انتخاب میکنیم ویدتون رو و اندازش رو تغییر میدید. ببخشید. loading to the project میزنیم و این دفعه این گزینه override day16 version and its parameter values رو میزنیم. میبینید بیلدینگ پد ما بزرگتر شد. خب
گزینه بعدی که من میخوام خدمتتون بگم، اول یه موردی رو بگم و بعد بریم گزینه بعدی. اگر احیانا تغییر دادید به فامیلیتون و لود کردید داخل پروژه و اون پیام لود کردنه، ببینید یه تغییر کوچیکی بدیم و لود کنیم داخل پروژه و این پیام براتون نیومد، باید چی کار کنید؟ مثلا لود کردی، اون پیام نیومده، شما لازم دارید که ازش استفاده کنید. وارد 3D میشین، از قسمت آرکیتکچر کامپوننت رو میزنید. در داخل کامپوننت این فامیلیتون حضور داره و میتونید ازش استفاده کنید، پیکش کنید و در جای مد نظرتون قرار بدید و بیلدینگ پدتون رو بسازید. خب بریم سراغ گزینه بعدی. چند بار اسکیپ رو میزنیم، از این حالت خارج شیم و این دفعه وارد کامپوننت میشیم. مدل این پلیس و از اینجا توپو سالید رو انتخاب میکنیم. اوکی رو میزنیم و اسمش رو میذاریم building pad و اوکی. کاری که اینجا باید انجام بدیم، از void form استفاده کنیم و void extrusion رو برداریم و حالا من فعلا ساده ترین حالتش رو ترسیم میکنم و یه extrusion void اینجا ترسیم کنیم. هم میتونید از اینجا بهش end start بدید و هم میتونید اوکی کنید. یه end بهش میدیم که من بتونم این گیزمه‌هاشو پیدا کنم و بعد کات رو میزنیم و میگیم که از توپوگرافی این void رو حذف کن. اگر دیدید خیلی ارتفاعش زیاد شد، باز هم قابل تغییر انتخابش میکنید، یه مقدار میارینش بالاتر و اوکی. میبینید که بیلدینگ پدمون به سادگی تولید شد. شما هر شکل و اندازه‌ای میتونید به بیلدینگ پدتون بدید. و راه سوم، این رو اوکی میکنیم و راه سوم از طریق محیط مسه. وارد مستینگ از سایت میشیم، شو مس رو روشن میکنیم و این پلیس مس رو میزنیم. اسمش رو میذاریم بیلدینگ پد. اوکی میکنیم و از اینجا یه مستطیل پیک میکنیم، مستطیل مورد نظرمون رو ترسیم میکنیم و از create form void form رو میزنیم و تبدیل به voidش میکنیم و به کمک این گیزمه ها میتونیم ما این void رو ارتفاعش رو کم و زیاد کنیم یا یه ذره تغییر حالتش بدیم و حتی میتونید void های دیگه هم ایجاد کنید که قبلا آموزشش رو گذاشتم. حتما آموزش مس رو به صورت کامل ببینید. الان من میتونم سطح رویی این رو انتخاب کنم، گیزمه هاش رو بگیرم و به سمت بالا بکشم. حالا کات جیومتریک رو میزنیم، توپو رو انتخاب میکنیم و میگیم این void رو ازش کم کنه. خب میبینید که به راحتی ایجاد شد. اوکی رو میزنید. اگر دیدید ارتفاعش زیاده، شما دوباره این پیامی که اینجا داد گفتش که ما اصلا سالید تولید نکردیم تو مس، که ما سالیدی نمیخواستیم، ما یه ویدی میخواستیم که به عنوان بیلدینگ پد ازش استفاده کنیم. اگر خواستید تغییر بدید، دوباره انتخابش میتونید بکنید به کمک کلید تب بر روی کیبورد و اینجا ادیتینگ پلیس رو بزنید، انتخاب کنید و تغییرات لازم رو
بهش اعمال کنید. ادیت پروفیل، میتونیم پروفیل جدید بهش بدید و هر آن چیزی که دلتون میخواد. عزیزان، به پایان این جلسه از جلسات آموزشی نرم افزار رویت رسیدیم. ما در این جلسه 3 روش بسیار فوق‌العاده یاد گرفتیم که چجوری میتونیم بیلدینگ پد بر روی توپوسالید تولید کنیم. یکی از طریق ایجاد فامیلی بود. قبل از اینکه وارد پروژه بشیم یه وید فامیلی تولید کنیم. دوم اینکه از کامپوننت اینپلیس استفاده کنیم. سومین مورد اینه که شما میتونید از مس استفاده کنید و تولید وید کنید. دوستان، اگر در طول مشاهده این ویدیو سوالی براتون پیش اومد حتما کامنت کنین، من پاسخگو هستم. همچنین ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان مهندستون شیر کنید. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. خدا نگهدار.